امروز میخوایم یک کسب و کار متفاوت رو بررسی بکنیم که میگن خیلی تنوع و اخلاق خیلی متفاوتی داره. بریم ببینیم چه جوریه. سلام، مخلصم، فدای شما، سلامت باشید. مخلصم، خوشبختم. ما خدمتت رسیدیم که بله. چند تا سوال بپرسیم. بله، در خدمتیم. شما آقای کوچیک شما سید مهدی خدا دادی. خیلی خوشبختم آقای خدا. قربون شما، سلامت. ما تعریف تو از کسبه شنیدیم، گفتن که سید هم رفتارش متفاوته، بله، هم تنوع کالاش نسبت به تمام میفروشه منطقه بله، خیلی خاص تره. بله. منطقه که نه، ایران خاص. چی شد این شد سید جون؟ چی شد که ما خدا رو شکر دیگه از سن 10-12 سالگی مغازه از خودمونه، کار کاسبمون اینجا منطقه. ما هم مشتری ها از ما درخواست میکردن، ما هم براشون جور میکردیم دیگه. کم کم از تهران آوردیم، کم کم رفتیم با بچه‌ها میدونبار تهران آشنا شدیم. اینجا مرکز بازرگانی یک سری اقلام از دبی میاد دیگه. خلاصه کم کم روابط و اینا دیگه. بله، خیلی عالی. بله. یه خاطره قشنگ از کارت بگو. خاطره قشنگ که من تقریبا بعد از 7-8 سال که خدمتم تموم شد، یک روز همینجا بودم که جناب سرهنگی که پیشش خدمت میکردم دژبان بودم، به صورت یهویی اومد توی مغازه ما. ایشون هم نمیدونست که مغازه ما اینجا اینا دیگه. دیدم ایشون از یه فاصله خیلی دوره، از سیستان و بلوچستان ایران شهر. بله. به بالاترین فضایی که جنس فرستادی کجا بوده؟ ما میوه تقریبا یک 7-8 سال پیش یکی از مشتریامون از این سیبای گلشاهی که مال دهباره، مشهد دهباره، از این سیب گلشاهی برای لاس وگاس مشتریمون بردن. آقای حالا شاید نخواد فامیلشان بگم، آقای مجتبایی هستن تو کار لاستیک یک ایران. خیلی جالب. لاس وگاس بردن از این سیب گلشاهی ما. و چی شد من که هر کسی هم این سیب گلشاهی رو نداره، اکثر میفروشن نمیدونن این سیب چی هست. طعمش خیلی خاصه، یک عطر و بوی خیلی عالی داره و این سیب هم خیلی دیر آردی میشه، یعنی خیلی دیر پوچ میشه، ترد و آب داره. بله. چی شد من تو فاز سوشال چون دیدم پیج داری و پیجت هم خیلی فعال بوده اتفاقا. سوشال دیگه یک روز یک تلنگر خورد، خواهرم گفتش که بیا توی سوشال و اینستا، و چون کارمون واقعا خاصه، مثلا طرف توی زمستون دنبال گوجه سبز میگرده، ما براش اوکی میکنیم. اون زمان هم مثلا برای مشتری ها میوه خاص، زردالو، هلو توی زمستون براشون اوکی میکردم. بعدشون گفت بیا اینستا رو راه بنداز و ما هم دیگه به حرف خواهرم کردیم. فیدبکش خوب بوده برات؟ بله، خیلی عالی. خیلی هم خوب بوده. یه پیشنهاد داری بخوای به همسنفای خودت بگی چی میگی؟ میدونی توی کسب ما، حالا ما به هر کسی میگن خب شما منطقت خوبه، بالا شهری اینا، ولی به نظر من اول از همه که به مشتری دروغ نگی. جنس آقا ارزون یک حکمتی توشه، گرون یک حکمتی. به نظر من توی این کسب ما فقط جنس خوب، آس درجه یک بیاری، همین. با سود کمتر بدیم ولی جنس خوب، چون نه ضایعات داره و مشتری هم بعد از یک مدتی که ببره اطمینان کنه دیگه فقط میاد دنبال جنس خوب و از شما جنس خوب میخواد. نه ضایعاتی داره و سود کمش هم همون سود کم رو شما میبری، ولی جنسی که ضایعات داره شما هر جورم که بفروشی بازم به نظر من ضرره درش. دوستان نکته رو داشته باشین، یه جنس خوب همیشه باعث میشه که مشتریات اونقدر پراپا قرص بشن که بتونید اینقدر تنوع و کیفیت خوب رو ارائه بدید و خوب جا بیافتید توی کسبه. براتون آرزو موفقیت. فدای شما، خیلی ممنون، خوشحال شدم. سلامت باشید. موفق و پیروز باشید. فدای شما، مرسی، همچنین ممنون.